فوری جستجویی از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در خط سرحدی دولتی از گردش غیرقانونی با مقدار زیاد مواد مخدر مصادره کرده شد. شرح همکسبان ما در همین خصوص آماده شده است. توجه کنید. کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در برابر جنایتکاری‌های متشکل، تروریسم و اکستریمیسم، بر ضد نگهداری غیرقانونی سلاح و مهمات جنگی، قاچاق مواد مخدر و نشه‌مندی نیز مبارزه بی‌امان را به راه مانده است. زیرا معاملات غیرقانونی مواد مخدر باعث افزایش بیماری نشه‌مندی گردیده به گنافند ملی تهدید واقعی ایجاد می‌کند. گروه قاچاقبر ترانس ملی واسطه‌های نشه‌دار افغان عبارت از 5 نفر با راهبری مجاهد ولد رنگین تخمیناً 35 ساله زاده قریه عرب کاکولی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار جمهوری افغانستان خط سرحدی دولتی جمهوری تاجیکستان را در حدود منطقه نزدیک سرحدی دهه وحدت جماعت دهاتی خوتانی ناحیه فرخار ولایت خپلان غیرقانونی عبور نموده کوشش انتقال مواد مخدر را به تاجیکستان داشت. در نتیجه چاره‌بینی‌های اپراتیو جستجویی از طرف کارمندان گروه فوری رئیست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت خپلان در یکجایگی با خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مسیر حرکت گروه جنایتکار معین و قاچاق مواد مخدر پیشگیری کرده شد. ضمن عملیات بازداشتکنی قاچاقبران افغان به امر کارمندان امنیتی اوید به ایستادن و تسلیم شدن اطاعت نکرده از سلاح آتشفشانی در اختیارشان قرار داشته استفاده نمودند. در نتیجه آتش جوابی راهبر گروه قاچاقبران مجاهد ولد رنگین بی‌ضرر کرده شده اعضایان باقی‌مانده گروه به سمت افغانستان فرار نمودند. ضمن از نظرگذرانی جای حادثه یک عدد برخالته با 8 بسته مواد نش‌آور و یک عدد نارنجک دستی F1 دریافت و مصادره کرده شد. طبق خلاصه شعبه اکسپرتیز سودی رئیست اگنتی نظارت مواد نشه‌دار در ولایت خپلان مواد دریافت شده واسطه نشه‌دار نوعی امفتامین بوده وزن عمومیش 7 کیلوگرم و 675 گرم را تشکیل می‌دهد. وابسته به حالت مذکور از طرف شعبه تفتیشات گروه فوری رئیست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت خپلان با دسترسی ماده‌های 195 قسم 2 200 قسم 4 بند د 289 قسم 3 335 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد.